سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من باید مچ توی همچین شرایطی وین کنم. یکی از سخت‌ترین چیزاییه که ممکنه باستون توی کال آف پیش بیاد. اون سمتتون انمی و شما هم این سمت نمیتونید کاری کنی، ولی من باید وین کنم. اگه بتونم یکیش رو بزنم خیلی خوب میشه. وای چی اسمش انداخت؟ شماره 2. شماره 2 نرو جلو مکانیک خدا چه رفت یارم میره. شماره 2 نرو میزننت. رفت شماره 2 خیلی نترسه. وای من نمیرم. وای شماره 2 ایش رو زد. شماره 2 رو زد یارش. وای نمیرم. یس فرستادمشون لابی. وای خدا را شکر تونستم اینا رو بزنم. کیلومتری کم تازه داره. بریم بقیه رو بزنیم. فقط من موندم و شماره 3. یس شماره 2 هم ریوایو شد. خوب الان راحت 3 نفریم میتونیم یه کاری انجام بدیم. توی این خونه هم 2 نفر هستن. هر کدومش رو میخوام بزنم یکیشون میره اون ور، بعد اون یکی از این ور میزنه. اصلا میبینین تیرا منگاه بهشون نمیخوره. خیلی سخت شد واقعا. شماره 3 مرد. اونجاست. اومدم با سعد یه جوری بزنم پس کلت. کجاست؟ میس دادم. نباید میس بدم جلوش. باید وانشات بشه. تو رو خدا وانشات شد. تو رو خدا. وای یس تونستم. فقط نفرهای بعدی موندن که شماره 2 رو زدن. اون 2 نفری که توی خونه بودن اومدن بیرون. من فقط یه راه دارم، باید بهشون راش بدم. زورم داره میاد سمتم، کاری نمیتونم انجام بدم، فقط باید بهشون راش بدم. برو جلو صدرا. فایر. وای چرا نخورد بشه. خدا رو شکر وانشات شد. اگه وانشات نمیشد نمیتونستم بزنمشون. داره میاد جلو.